روز 28 اپریل سال 2024 بازی فوتبال بین دو دسته لیگ هوسکاران شهر مسکو با زنوزنی انجام یافت و در پی آن 8 فوتبال باز زوده تاجیکستان را دستگیر کردند. در این باره تلگرام کانال باز با نشر ویدیوی لحظه زنوزنی بین فوتبال بازان دسته های خوسه و یوزاو خبر داد. به دست کم دو فوتبال باز خوسه این زنوزنی می توانند با دیپورتاسیا از روسیه انجام شود، چون که سندهای بود و باش آنها در روسیه درست نبوده است. بنا به گزارش باز خود این بازی روز یکشنبه 28 اپریل در ورزشگاه ترود در شورای ورشه و بین دسته های خوسه که اساساً زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و یوزاو از حوزه مأموری جنوب و غربی شهر مسکو با شکست خوسه با حساب بزرگ 0-12 انجام یافت. در جریان بازی در یک لحظه بازبرانگیز داور توپ را به دسته یوزاو داد و بازیگر خوسه سورج سفربیکوف با قرار داور با صدای بلند اعتراض کرد و اما بازیگر یوزاو الکسی سپاسیونوف از داور طرفداری کرده سفربیکوف را نواق برآورده است. سفربیک از این بحث توی من آزرده شده بود. بعد انجام بازی وقتی فوتبال بازان یوزاو میخواستند در مرکز میدان عکس دست جمعی بگیرند، سپاسیونوف را به یک طرف برده با او وارد بحث شد و یک مشت بر رویش زد. بعد این به جنجال بازیگران دیگر و مخلصان همراه شدند و در میدان زنوزنی گروهی صورت گرفت. در پی این زنوزنی یک فوتبال باز یوزاو نیکیتا زخاروف با زخم‌های سر و قوش دریده به بیمارستان مراجعت کرده است. بنا به اطلاع باز پلیس 8 فوتبال باز خوسه سورج سفربیکوف 26 ساله، همچنین خالقدادوف 25 ساله، تجملشویف 33 ساله، قلندربیکوف 21 ساله، قلندربیکوف 19 ساله، نظرشویف 32 ساله، زیارتوف 33 ساله و اوشوربیکوف 33 ساله را بازداشت کرده است. همه آنها زادگان تاجیکستان بوده. بازدیدشان با اتهام می دولتباشی پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. به فوتبال باز خوسه همچنین برای ویران کردن قانون بود و باش در قلمرو روسیه به تعدید اخراج روبرو شدند. به بالای این بنا به اطلاع باز مواد جمع شده درباره این حادثه را به کمیته تفتیشات نیز فرستادند و عجب نیست که نسبت به فوتبال بازان زاده تاجیکستان پرونده جنایتی هم بکشایند. تاکید میکنیم که این فرضیه حادثه صرف بر پایه گزارش باز است. فوتبال بازان و مأموریت دسته خوسه این قضیه را تا حال یگان شرح ندادند.